بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب التعليق على الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى، والتعليق لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. وقفنا عند قول صاحب المتن الأصل الرابع، أصل چهارم اختصارا بیم در چه موضوع بحث میکند. خیلی هم موضوع مهم است، درباره علم و عالما و فقه و فقها صحبت میرد. برای من که امروز خیلی هم در گرد اطراف مدعی ها پیدا شدگی هستند. من علم دارم میگویم، باید که علم دونستن در کار است و قدر علما را دونستن در کار است. کدام انسان ها و یا عالم هستند، کدامش فقیه هستند، کدامش یعنی مدعی هستند، این دونستن در کار. امروز عالم فیزیک انوم اسلام در مسجد برآمد نکنه، معلم زبان مادری در مسجد میخزده چیکار میکنه؟ در یک مجلس ها الله تعالی در قرآن گفته است میگوده و میگه در کجا خوانده این نتونیم؟ نه صرف خونده، نه نحو خونده، نه عربی، نه تفسیر، نه هیچی. یکون مدارسی دینی ابتدایی خوندگی نیست. با میگوید که در شرح شناسی میگوید، یا که میگوید که در کتابی که ترجمه شده است. نه، به این ترجمه وقتی گپ زدن تو حق نداری. یعنی که ترجمه قرآن خونده گپ زدن این خطایی که اون همون رو صد نشد. اون جاهلی که ترجمه رو نخونده میگوید که نمیدونم. فهمیدید؟ برای ما فهمیدن در کار این اصل چهارم در همین مسئله صحبت می‌کنم. چون که بعضی کسا هستن خودشونه به همین ها نسبت میدهند. بسیار کسا هستن که تی دار گریخته های بعد چیکار می‌بود خدا یک جان می‌بیند که فایده خوب بوده در وین در مسجد و در قطعی ملا گشته، بعد چیکار می‌کند در همونجا خادم میشد و بعد ملا میشه حلال گفته حرام گفته میگه ایشوناشو از ملا پیشتر. شیخ میفرماد الاصل الرابع بیان العلم والعلماء والفقه والفقهاء. فهمیده؟ در بیان چی؟ در بیان علم و علما و فقه و فقها و بیان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم إلى قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. سبحان الله. سر اصلی عجیب است. اصل چهارم بیان علم و علما و فقه و فقها است. فهمیدید؟ بیان علم و علما و فقه و فقها. اینجا علم رحمك الله، اینجا علم شرعی را در نظر داشته می شود و این همان علم است که الله حق سبحانه و تعالی و در کتابش گفته است و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز در سنتش گفته است. هر علمی که در قرآن او را الله مدح کرده است، پیغمبر علیه السلام او را در سنتش مدح کرده است، این همین علم گفته ایستاده است. در بیان همین علم صحبت می رود که نعم و علما و فقها از آن دو سرچشمه، یعنی از قرآن و حدیث
احکام شریعت را گرفته‌اند در اساس اون که علم دارن. آخه علم داشته باشی بعض از قرآن و حدیث چه حکم گرفتن میتونی. فهمیدی؟ یعنی که من شخص رو خوندم از روی و حلاله این از روی و حرام، نه این خطاه که به طفیل آن دو، کدام دو؟ دین، مال، ناموس، عقل و نسل را محافظت کرده می شود. 5 ضروریات دینه. فهمیده؟ 5 ضروریات دین است که خب اینها را همین 5 ضروریات به طفیل همین قرآن و حدیث محافظت کرده می. برای خاطر همین تمام کسانی که می بینید که بیناموس ای، دیوس ای، خواهش کی باشد قشقاق و کمبغل ای، خواهش کی باشد چی؟ یعنی که مثال گریم از عقل بیگونه دیوانه شده گه ای، عرقخور هنگی بنگی شده برفته گه، همین ها از سبب اون که از قرآن و سنت دوره. والله کدام انسانی که در پرابلم از همین 5 پرابلم افتیده، یعنی مشکلش در همین 5 چیز باشه، در دین مشکلی داشته باشه، در مال، در ناموس، در عقل، در نسل پرابلم داشته باشد و پرابلمش از آن عبارت است که از قرآن حدیث دوره. بنابراین علما هستند که آنها را میدانند و طبق آنها عمل میکنند، این عالم هستند و به اتجاه آن دو سرچشمه متوجه میشوند و دعوت میکنند. و برای خاطر همین است که در همین راه قرآن و حدیث هستن علما دایم عذاب میکشند، چون که این راهی گلگل شکفان نیست. این راه نیست که دایم همین از اینجا گرده روی به تاجیکستان اهلا و سهلا بود. نه خیلی نیست. خب خیلی شما را اهلا و سهلا اون وقت میگفتند که وقتی که از تاجیکستان سفر کرده به کشور عربستان سعودی یا که مصر، با شرطی که شما را اهلا و سهلا میگن کتابای همونجا می آورده، صرف میر می آورده، قطن 4 کتاب می آورده، کلیاتش با چی مختصری وقایع می آورده، انا با میدیدن اهلا و سهلا. اما فرودگاه رفته شما رو چیکار میکردن؟ میگرفتن تو انشالله. لیکن این متاسفانه خیلی نیست. اصل 4 در بیان علم و علما و فقه و فقها است. یعنی علم چیست و علما کیستند، فقه چیست و فقها کیستند. گفتن همین اصل بفهمونم حاضر. واقعا علم صفتی خوب است و جهل باشد این صفتی بد است. انا این جلده دیگه کنید همه میخواهد که بی چیزش بگه عالمش بگه، این کس علم داره. هر باره که میفهمد که مردم باره عالم ماشاءالله خونده گفتن خیلی گفته مچه یک کرته گوشت میگیرد فربه میشه. جهل را همه بد میبیند، حتی شخص عامی هم دهخانه جاهلش خفه میشه. اگر به شخص عامی گفته شود که تو جاهل هستی، شک نیست که در غضب میآید و نمیخواهد که جهل آن را دیگرها خبردار شوند و در عکس حال آن را عالم گویند، خرسند میشود حالان که جاهل بشود. فهمید؟ انمی اصل میفهمید و بیان کسی است که انمی اصل که با آنها خود را تشبیه میکند و درباره علمای حقیقی گپ زدیم که با انسان‌های پیدا میشوند که خودشون با همونها چی تشبیه میدن. من یک درباره اسلام همین قدر گپ زدم، خدا خادم دولت مسکین همین قدر گپ میزنه درباره اسلام، با میگم که همینا رو از خودتون خونده میگی نه من گذشتگانم و تو پشتم عالم علامه گذاشتم. خودش که میخواد که همون قطار نمونه و حال آن که از آنها نیست میگه شیخ الاسلام. واقعا الله سبحانه و تعالی این اصل را، یعنی همین اصلی چندم 5 ششم بله 4 را در اولی سوره بقره از سخن خود بیان فرمود. چی گفت؟ معنا از آن عبارت یا بنی اسرائیل، ای بنی اسرائیل نعمت را که من بر شما ارزانی داشتم، یعنی به پولتون دادم، به یاد بیارید. فهمیدید؟ یعنی سوره بقره آیه 40 سر میشه. تا کجا رو گفت این سخنه؟ الا تا آیه چند؟ پیش از تا، یعنی که از سخن پیش از ذکر کردن ابراهیم علیه السلام، ای بنی اسرائیل گفته بابا.
تا آیت چند گفتیم؟ 47. نه الى قولی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. من شما را یعنی که با جهانیان دور خود با فضیلت و با قدر و با ارزش قرار دادن بود الله سبحانه و تعالی. مفهوم؟ ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. نگاه اینجا و روشنی آن را یعنی همین اصل را برای عامی پس اون سنتی که در بیان این سخنی برزیاد و روشن و واضح صراحتا آمده است با علاوه میکنه. یعنی روشنی اینه با سنت با علاوه میکنه. سپس این از همه چیزی غریب گردید. یعنی غریب اصلا باید از چی؟ غرابه یعنی عجیب گردید، غریب گردید. و علم و فقه بدعت و گمراهی ها شد. نه دور چه دور زمان شد. علم و فقه بدعت و گمراهی ها شد و بهترین چیزی که در نزد آنهاست حق را به باطل آمیخته کردن است. و آن علمی که الله و ای را به مردم فرض گردانید و آن را ستایش کرد چنان گردید که امروز به آن جز زندیق یا دیوانه حرف نمیزند. کسی گفت زد نامش میمونه که این دیوانه است، این زندیق میمونه. این دوری که دوری شیخ الاسلام گفته است. و کسی آن را انکار کند میگفتن که خیلی نکنه و با آن ضدیت نشان دهد و درباره حذر از آن یگان چیز نویسد یگان نوشته جات و از آن منع کند همان فقیه و عالم می شود. یعنی کسی ضد اهل سنت و جماعت گپ زند اینا سلفیان خیلی گفتن چه خیلی که امروز دارن اینا خیلی گفتن اینا میگن که ماشاءالله نه عالم علامه نگاه کنه. مثلا هیچ فتنه را امروز نتونن وای کردن، یک فتنه را میتونن که یعنی قانع کنن دهقانا را با مقابل اهل سنت و جماعت واقعی. مثلا چی میگن؟ هر جا که میگن همین سلفیان بین یکدیگرشون تیز نیستن، دومی یعنی کی دیگه همین خیلی با میگن ها بله میگم همین دفتر پای بودن محلی ما 4 تا سلفی بودن و همین 3 تا شخصی دادن نس کردن پاکستان. یعنی که میگیم دفعش کردن از جماعتش. سلفی جماعت نیست، سلفیش نه این جماعت تشکیل کردن نیست. نعوذ بالله چه خیلی که نگم مهنه حمیده سبحان الله. انا والنهي عنه کسی منع کند هو الفقيه العالم، عالم علامه میگن همین خیلی مثال گیریم و واسمون. اکنون تعلیق شاگرد شیخ میفرمایم درباره علم خیلی صحبت زیبا میکند. میفرماید المراد بالعلم هو العلم الشرعی. مراد از اون علمی که میگوید شیخ الاسلام ولی شیخ خودش نه، مراد از اون علمی که شیخ الاسلام میفرماید که این اصل 4 درباره علم صحبت میکند این علم شرعی است. و هو ما قاله الله في كتابه وما قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته. این کدام علم است؟ چه خیلی میفهمیم علم شریعت را؟ علم شریعت آن علم است که وی را الله در کتابش گفته است و پیغمبری او محمد صلی الله علیه و علی آله و سلم در سنتش گفته است. و ما استنبته اهل العلم منهما من الاحکام الشرعیه. علم شرعی آن علم است که وی را خلاصه گرفته است اهل علم از این دو سرچشمه اسلام. مثلا چی خلاصه میگیرن؟ حکمای شریعت، حلال است، حرام است، میشود، نمیشود، مکروه است. والتي ينبغي عليهما حفظ الدين والمال والعرض والعقل والنسل. یا اینو ترجمه شما نوشتگی مفهوم فهمیدید؟ احکام شریعتی که علیهما که در اساس این دو سرچشمه حفظ دین است، یعنی در اساس کدوم سرچشمه؟ قرآن و حدیث میخوانی بعد دینت محافظت کردن میتونی و مال و ناموس و عقل و نسل. والعلماء هم العارفون بذلك. علما اینو میدونن.
همین میدونستی که عالم ها هستن. العاملون بما فیهما، کدام عالم؟ یعنی که علما عالم هایی که طبق نشانداد این دو سرچشمه عمل میکنن. و دعون الیهما، فقط دعوت به سوی این دو سرچشمه میکنن، به خودشون دعوت نمیکنن. مثل آدم ها به خودشون دعوت نمیکنن، بیا اول پیش من، بیا موزیاسیون، یا نه چه قضیه موزیا، نه. الصابرون علی الاذى فیهما، آن علمایی که در این راه در تمام آزار یعنی که شکنجه ها مشکلات صبر میکنن. این خیلی که اندک زمین جنبش میشود چه؟ اندک یعنی لرزه زلزله میشود که تیز فکر میکنن که شهروندی امریکا رو گیرم یا که روسیه رو. الله اکبر. چی شده؟ نمیفهم برو. چی شده گازی جانه؟ نه باید این آزار باشد. حالی هیچ که آزار دادین، حالی هیچ که محکم نکردین، حالی هیچ که یعنی که انبور قطعی پوستش نکردین. برای مثال هیچ جا هیچ گم نیست. خبرها رو شنیده الکه چه؟ راهی گریز راست کرده سودیم. و یسمون ایضا بالفقها، یعنی این عالم ها را همچون فقها نامیده می شود. و الیک اخی القارئ الكریم بعد النصوص الشرعیه من الكتاب والسنه، بگیر الیک بمعنی خذ، الیکم خذو می شود گذشته ما. بگیر میگو ای خواننده گرامی بعض دلیل های شریعتی را از قرآن و حدیث برای تو پیشنهاد میکنم. میگو که این دلیل ها از قرآن و حدیث که من برای تو پیشنهاد میکنم اینها را بگیر. الدالتی على فضل العلم والعلماء، یعنی این دلیل هایی که از قرآن و حدیث برای تو پیشنهاد میکنم قدر و قیمت و ارزش علم و علما را برای تو میفهمم. یک چیزه یعنی درباره وی خوانی و به قدرش میرسی. فضل و کرم و یک قدر و قیمت یک صدانه با امروز چی نه میگه؟ سبحان الله در تاجیکستان تمام عمر با رسواگی و با یعنی که با گمراهی با کرختی حیاتش داشته. امروز چی میگوید؟ خودش ایشان زاده میگه که البانه به سواد میگه. فهمیدی سید؟ البانه وقتی که در مذهب ابو حنیفه بود رحمت الله علیه چی؟ ایش کی گپش نزد. امروز که حدیث های صحیح از ضعیف جدا کرد، ضعیف از صحیح جدا کرد، امروز چی شد؟ جاهل شد. اقلا بگو که ما اول جاهلترم گوه نباشد، نمیگویی گفت با یک کسی عقل و فراست داره که بعد در یعنی تو در برابر شیخ البانی خدا چی خیلی؟ اگر علم شیخ البانی را 100 تقسیمش کنی به 100 جز، یعنی پارش یک جزئی در اینا نیست، یعنی یک مدعی اینا. فهمیده؟ و الفقه و الفقها، بنابراین یعنی این دلیل هایی که من پیشنهاد میکنم میگو درباره فقه صحبت میرد و فقها. برای چی اینا برای تو پیشنهاد میکنم تو اینا باید بگیری؟ لتكون لك فيها اعظم واعظ و اجل حافظ، تا اینکه برای تو یعنی با فایده تو در این دلیل ها از همه بزرگترین موعظه شود. از همه بزرگترین موعظه برای تو همین یعنی که دلیل های قرآن و حدیث هستن که نسبت قدر و ارزش علم و علما و فقه و فقها گاموزن. و اجل و حافظ یعنی از همه بزرگترین تشویق آور شوق آور برای تو شود. حافظ گفته اون ذکر یعنی اون چیزی رو میگن که تو را حواست زیاد میکنه. حواست من لتسلک طریقهم، تا اینکه شاید تو را برای همونها روی. فهمیدی؟ بعضی انسان‌ها هم نمیخواد به اون راه رو بداخل و تحتدی بهم، تا اینکه به اونها احتذا یعنی اقتدا بکنی. و على رأس اولئک العلماء علماء الصحابه والتابعین، و بر سر این علما با علمای یعنی که صحابگان و تابعین. و من جاء بعدهم فی کل زمان و مکان، و کسانی که بعد از این تابعین می آید در هر یک دور و در هر یک زمانه و در هر یک مکان. 70 سال در زیر حکمرانی کمونیستی بود، مردم سعودی رو تنقید میکنن نه بیان میکنن، میخوان که اسلامی آشه ایمان برن در سعودی فهم کنن. این کار بیزیبه. و ها هی نصوص
غدة طريق نوعی باید غدة طرية باید باشد ها طرية ها وها هي النصوص غدة طرية زادك الله توفيقا وهدى. انا میگود رسیدم وقت به آن رسید برای تو پیشنهاد کنم چی متنها را دلیلها را که اینها غدة طرية تر و تازه یک چیزی سویج را میگن چی میگن چی میگن میگن که غدة طرية یعنی تر و تازه برای تو پیشنهاد میکنم میگود زادك الله توفیقا و هدى یعنی الله تو را توفیق بر زیاد دیاد و هدایتی بر زیاد عطا بخشد. الله تعالی الله تعالی میفرماید اکنون دلیل روش پیشان میفرماید شهید الله انه لا اله الا هو. الله خود شهادت داد. نسبت چی؟ نسبت آنکه یگان معبودی بر حق جز خودش نیست. و الملائکه در این شهادت با کی شهادت داده ایستاده است؟ در برابر شهادت الله فرشتگان و اول العلم یعنی حاملان علمدارها عالمها و علم در درونشون فهمیدن اون که مثلا گیریم حجم علمی و از سال فهمیدن نمیشه یا که چی از یکتا و جلک قائما بالقسط یعنی الله سبحانه و تعالی بر پای قرار دهنده عدالت است در جمیع امورش. این حال از الله هست یعنی الله سبحانه و تعالی در جمیع امورش بر پای دارنده عدالت است انجام دهنده عدالت است. لا اله الا هو جز او یگان معبودی بر حقی نیست. العزیز نیروزمند و پیروزمند و الحکیم و صاحب حکمت است یا که محکم کار است. و قال سبحانه الله تعالی فرمود قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بگو آیا برابر است کسانی که یعلمون علم دارند والذین لا یعلمون و کسانی که علم ندارند؟ سوال انما يتذكر اولو الالباب یعنی پند میگیرد فقط صاحبان خرد یعنی این به درک میکرده فقط عقل دارا. معلوم میشه که اون کسانی که یعنی که عالم ها را به بی سواد ها برابر میکنند بی سواد به عالم ها یقین میگو یا عقلشون یعنی سالم نیست چیزی یعنی کمبودی داره. نعم. وقال سبحانه وقال جل من قائل يرفع الله الذين آمنوا منكم از شما ایمان آوردگی ها. الله سبحانه و تعالی چیکار میکند؟ از درون شما ایمان آوردگی ها را قدر و قیمت و ارزش و رتبهشون بلند میبردارد الله. والذین اوتوا العلم و کسانی که به ایشان علم داده شده است علما را قدرشون میبردارد. درجات ای منازل علی غیر و چنان منزلت های میبردارد که از دیگرها یعنی که بلند هست دیگرها و یارو دیده پستند. والله بما تعملون خبیر الله به اون کرداری که شما میکنید آگاه و خبردار است. وقد جاء في الحديث عن قيس بن كثير در حدیث آمده است روایت میکنه از قیس بن کثیر فرمود قدم رجل من المدینه على ابي الدرداء یک نفر از مدینه به نزد ابو الدرداء آمد و هو بدمشق. ابو الدرداء در کجا بود؟ در دمشق بود. فقال گفت ما اقدمك یا اخی ای برادر تو را چی وادار کرد که آمدی یعنی چی مجبورت کرد است آمدی؟ فقال حدیث بلغنی انك تحدثه عن رسول الله صلی الله علیه و آله یعنی مرا وادار کرده است یک حدیثی که به من آمده رسید که تو ای را نقل کردی از پیغمبر علیه السلام. یک حدیث شنیده برای تصدیق کردن و برای باوری بزرگ حاصل کردن خسته آمده است از همه ابو درداء پرسیدن آمده است برای یک حدیث یعنی که چقدر راه طی کرده است. بیا طالب علمی بیا میگه وقت نیست میگه درسی گشت وقت میاد برای زندگی بود. قال اما جئت لحاجه برای اون حاجت دیگه بیزنس اومده یه قال لا گفت نه. قال
اما قدمت للتجاره، برای تجارت نآمدی؟ نه. قال لا. قال جئت الا في طلب هذا الحديث، من فقط برای همین حدیث طلب کردن آمدم. انا معذرت قال جئت ما جئت الا في طلب هذا الحديث، تو فقط برای همین حدیث جستن آمدی، طلب کردن آمدی؟ قال نعم. گفت ها آره. اکنون با اون حدیث بینید و حدیث خیلی با اون اومدنی و موافقت میکنه. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول، من از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شنیدنی دارم که در حال وی میگوید. برای چی در حال گفتم؟ زیرا اینکه بعد از معرفه جمله چی میشد؟ حال میشد. من سلك طریقا یبتغی فیه علما، کسی به یک راه رود، یعنی راه را پی گیرد. بعد بیشتر مجبورم بگویم، باید تاجیکی یاد گیرد یا اهل تاجیکستان. من سلك طریقا، کسی راه را پی گیرد. طریقا معرفه یا نکیره؟ اهل صرف نحو. احسنت، نکیره است. بعد از نکیره جمله سر شده یا یبتغی چی میشد؟ حال میشد یا صفت؟ انا صفت اومده شده. کسی یک راه را پی گیرد، یبتغی فیه علم، صفتی پی گرفتن همون راه چی باشد؟ علم طلبی باشد. خیلی نه که مثلا گریم برای دیگر چیزی با میگه زعدنا میگود که نه، باید که یگون ز چیز که نباشد. با توفیل همین بیزنس هم میارم با نه، همین مقصدی اساسی تا اول باید پیشنهاد کنم. وقتی که حج میروی یکم باید نیتی تو حج کردن باشد. بس اون یعنی که عطر آوردن و تسبیح آوردن و دیگه شریک میکنن. اعوذ بالله من دستم اغلبی نیتاشون نمیکنن تسبیح برای باید زیاران دوی یک در اساس قبول نه. تا هم تسبیح آوردن تو میذارو گیریم کتابچه‌ای که تقسیم میکنن کتابای توحید گیریم. انا با بعضش میذاشکو میکردن، بعضش تسبیح هم می آورده و همین کتابچه ها رو با میگفته اینو کتابچه وهابی به پول می آورده. بعد مردم میدیدن که همون کدوم انسانایی که او وهابیشو میگن همونا رو کتابای وهابی رو میدادن به گفت خودشون با اون صوفی کفیه خودشون بعد تسبیح دادن میگیرن. عجیبه. یعنی اهل توحید با علمش به انتفاع زیاد میکنند، با در برابر و همون اهل بدعت با بدعت زیاد میکنند. در دو فرانت کار میکنه اینا. فهمیده؟ عجیبه والله. در دو خودش میدونه. مشکلی در اونه که میدونه که همین کتابا توحید، کتابا وهابی میگه در دست اون بچه‌ها میخونن. انا اون چی تسبیحشو بعد دیگه حنجر منجراشو بری اون اهل بدعت میته. در دو فرانت یعنی خدمت کرده. کسی یک راه رو پی گیرد میگه پیامبر علیه السلام. صفتش چیه؟ علم طلبی باشد. سلک الله به طریقا. یه با بعدی سلکه اگر بینید با به آید و پی گرفتن نمیشد. الله وی را به یک راه میبرد. نگاه کنید به یک راه میبرد. طریقا بازم نکره آمد. بعد نکره بینید الى الجنتی جار مجرور. این جمله ها یا شبه جمله؟ شبه گوته آیات نبود، بعضی بود کتاب نگه نمید. این شبه جمله است. ما گفتیم که جمله یا که شبه جمله بعدی نکره چی میشد؟ دقیق بینید نکه حال کنون رو در وقت درسی میبینیم بینید افتی داره. فهمیدین؟ یعنی صفت شده سر. یعنی این راهی که پی برده به توفیل همین راهی پی بردنش الله تعالی به یک راهی میبرد که اون راه صفتش چیه؟ به جنت رفتن. صفتی همون راه چیه؟ به جنت میبرد. یوصلو الى الجنت میشه. و ان الملائکه لتضع وضع یضع تضع معنی مثلا اجنحتها رضاء لطالب العلم. بدرستی فرشتگان بالهای خود را برای رضاگی طالب علم چکار منه لتضع میگذارد که یگان مصیبت یگان پرابلم در سرش دارد. برای این طالب علم های واقعی نیتی خالص داشتگی
در نزد شیخ میشستگی از طالب علم های کمتر بسیار و کمتر یعنی که میدونستی که استفاده میبردیگر الله تعالی فرشته میفرستن از تمام این پرابلم هاش محفوظ هستن بالش نگه. اونایی که همین نیم طالب علم و فکر خیالش فقط یعنی که به روغن کشونی و فکر خیالش فقط برای چیکار کردن عطر کشونی که تعواره های غمی اساسش بیزنس های ابا برو اندک زلزلند چیکار میکنن برفتن در کاری و مور به تنگ میبره و مور یعنی خیلی کسایی و مور حف میاندازه پدرم اگر نروم جریمه غرامه برادر اینجا چی میگود ان الملائکه لتضع اجنحتها یعنی بالاش قناتاش ترکی نم شود در اطراف طالب علم برای رضاگی طالب علم محکم میکند که یگون پرابلم من بیشتر پرابلم باشم که در اینا نمیرسد و ان العالم لا يستغفر له من في السماوات و من في الارض بدرستی عالم را برایش تمام مخلوقاتی که در آسمان ها هستند یا که تمام کسانی که در آسمان ها هستند و تمام کسانی که در روی زمین هستند لا يستغفر آمرزش میپرسه برای گناهاش فهمیدی سید تمام چیزی که در روی زمین هست حتی الحیتان فیلم حتی ماهی ها در آب فهمیده همینا برای عالم یعنی آمرزش میپرسن و فضل سبحان الله برای عالم چنین آمرزش میپرسن برای تو یک بیسوار هیچ که برای تو آمرزش بچه ها را تو بیزارم بیسوار تو میخیزی اپشی عالم خیلی گم میزنی انصافه وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب رتبه عالم منزلت و قدر و ارزش عالم در برابری اون بیسواد عابد نماز خون شده میگه تشکی در نماز چند فرضه نمیدونم میگود شب سنه نمیدونم میگود معنی سبحانك اللهم و بحمدک چه نمیدونم میگود سوره فاتحه معنیش که نمیدونم همش زبری یعنی که همین یک چی همین تقلیدی کورکورانه بیچاره ما تقلید نکردیم یعنی هزار عابد باشد در برابر اون عابد عالم فضیلتش بلند است به مثال فضیلت ماه نسبت به دیگر سیاره ها یا که نسبت به دیگر ستارگان فهمیده ان العلماء ورثه الانبیاء به درستی عالم ها اینا میراثبران پیغمبرانه فهمیده نخود تو میراثبری پیغمبره اپشش گپ زنه ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما به درستی پیغمبران پس از سری خود یگان یعنی پول و پیسه نگذاشتن نه درهم موندن بعدی سرشون نه دینار فهمیده انما ورثوا العلم بعد از سری خود علم را میراث گذاشتن فمن اخذ به اخذ بحظ وافر کسی انا همین میراث پیغمبر بگیرد انا هوای نصیبی فراوان نصیبی یعنی بر زیاده را به دست گرفته است أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح كما ذكر ذلك الألباني في صحيح الترمذي أنا من ألباني در صحيح الترمذي ذكرش كرد رقمش وأشار إليه أيضا في صحيح ابن ماجه إشارة بإنكار در صحيح ابن ماجه وانظره في صحيح الترغيب والترهيب في كتابه وقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم پیغمبر عليه الصلاة والسلام يفرمائے إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس بدرسي الله علم را قبضه کردن نمیگیرد انتزاعا ينتزعه من الناس او را از مردم کشیده گرفتنه که مردم هم عالم علامه خوابه سحر میخیزن الیف نمیشناسن چیکار کنه عالم الله تعالی گرفته این خیلی نمیشه که الله تعالی علم گیرد چه خیل از مردم کشیده گیرد او را ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ولی علم قبضه کردن میگیرد و گرفتنی جان علما را میگیرد در یک دور زمان الله سبحانه و تعالی یعنی چقدر علما را گرفت میشه
شیخ البانی خدا رحمتش کنه، شیخ ابن عثیمین الله رحمتش کنه، شیخ ابن باز الله رحمتش کنه، شیخ مقبل، همینا در یک دور زمان پیش وقت وفات کردن. دنیا علمای بزرگ شغلك میگه که موت العالم موت العالم، یعنی مرگ عالم مرگ عالم است به این معنی. حتی اذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. وقتی که یگان عالمه که الله تعالی نمون در روی زمین، یگان عالمه که این مصیبته برادرها، فهمیدید این مصیبته. وقتی که عالما رو همش گرفت، عالم که نمیماند، یا عالمن نکره یا معرفه نکره. اکن نگاه کنید صفت مردم میبینید چه، او صفت مردم ببینید. میگه که اتخذ الناس رؤوسا، با مردم چیکار میکنن؟ برای خودشون راهبر میگیرن، سردار میگیرن، رأس سردار برای امام میگیرن برای خودشون. صفت اون اماماش سردارش چیه؟ جهالن، جاهل بی سوادن. و چیکار میکنن؟ و نظمی جمله هاشون میبینن سألو، سوال میکنن، همین چی خیلی میشه تقصیر، همین چی میشه. فافتو بغیر علم، و به علم چیکار میکنن؟ میشه هیچ گام ندارن، دوام دارن، همین میشه نمیشه ممکن نیست. گفتم خیلی که معقول شاید. فضلوا، انا همون راهبرا یکم درجه خودشون گمراه میشن، و اضلوا، انا همون سوال دادگارم مردمم چیکار میکنن؟ گمراه میکنن. رواه البخاری و مسلم. و قال صلی الله علیه و آله و سلم من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. کسی را الله با او خیر خواهان خیر باشد، با کسی الله خواهان خیر باشد، او را فقیه در دین میگرداند، یعنی دین شناسش میکنه، دین میفهمه. وقتی درباره دینش گم میزنه میفهمه و قبول میکنه. و یکی مشکلی در چیه؟ یک سوال برایش گم میزنه تو میخیزه و بیده تقسیم. یک نفر ما یک جون تشکیل کردیم، دوره کردیم، 20 روز قریب دوره کردیم. 20 روزی دراز میبینم که یک برادر ختم نماز خونده رفت یدن نمیکند، دستش دستگی نوفش. ای برادر، و همه 20 روز امر معروف درباره عقیده، قرآن، حدیث صحیح ضعیف گپ زدیم، نخود تو این کرد میگه من خطا نکنم. گفته باید با در جای خود ما چه اشاره سبابی میگون نکنه، و یک جاهای نازکی داره، اگر انگشت دادم هم تا 1 سانتی متر طرفی راست ملته یا که چپ شد تمام نماز بیرون میشه. میگه اشاره سبابی که خیلی سنته. برای مثال میگه که کم تر وایسا، میگه برادر این سنت میدونی ها، فرض نیست، خب شرط نیست. تو اینقدر میترسی در این حرام، در دور نماز حرام کرده، این نمیترسی؟ شیم ترنگ پوشید، دنبه در بیرونه، تمام عضوات در بیرونه، عوض بیرون معذرت هم باید کنید، تمام عضوهای ارگانای پوشیده تو کشاده کرده. مقصد از سطر عورت چیه؟ میپوشونیش که اینا خیالشو کم تمام یک سطر عورت از آن عبارت بالاش محکم میکنی با یک لباسی که وش خوف نباشد، این طرف اون طرف نمایان نباشد. با بعضی احاج میبرد لباس دراز به طرف میبرد، در تایش و اون لباسی تک ترسکاش مینماید. والله بعضی حاجیان میگردن میبرد حج خیالش اخل بخواه یک جیلک در بالاش پوش، زنان میروند با چه دستمول میکنن گرداشو و پشتاش میمونن، از دور میبینه حاجی این طرف اون طرف افتاب میبینه. دیدم من میخیلارم عورت پوشاندن باید که یعنی که لباس باشد، کشاد باشد، فهمیدید؟ بعد مجسم نباشد، یعنی با زبان روسیش بگیم یعنی که فیگورات نشون ندید. چخیلی که بعضی امامای بسیار امامای روسیه نماز میخوند، بعد از رکوع سجود سر میشد، همه چیز در بیرون گویا که بنام در درون نمیکنه بیرون. والله آمین، اعوذ بالله. فهمیده؟ یعنی گفتنی ما اون است که چه میگو که اشاره سبب نکنه، میگی و کم تر بیره شد نماز فاسد میشه. ریشه تراشتی دیگه فاسد نشد.
نماز. لباس تنگ پوشیدی فاسد نشد، یگو سنت‌ها رو به جا نآوردی، اشاره سبابه به قوت سنت‌ها رو ترک کردی، به سنت ضعیف عمل کردی، دست تا علاوه کشاله میکنی که باید دستی که الله نگوند که خیرت و رنگ بعضی مردم مشکمت کلون نیست که اما مذهب تماما میبرم دید زیر دست کوتاهی میکند برای زیر نفهموندن. واقعا خیرت که با مردم بیچاره قشق که زندگی من اشکم کلون نداریم رنگی بعضی مثال با اگر اشکم کلون مگم همین معامش مذهب میبرد تو خلاف مذهب نمیرسه بخیر. حول ولا قوة. این به فهمه دادیم پیغمبر علیه الصلاه والسلام میفرماید که من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. و شیخ ما گفتن که همین تحت می حدیث گفتن که الله به کسی خیر خواهد او را باید فهم در دین دهد. اگر نفهمد مسلمان هم گفته دین فهموند نفهمد باید که وای به حالش گوید، وای به حالم گوید که یعنی که زار باید که گریه کنه پرسد الله را که الله به من خیر نخواست ندادی صدا گفته. فهمیدید سودید؟ او خیر این علم شریعت که تیار باشه. اون نخواه علم شریعت یعنی همون به مانند یک دانی گندم که شما خریدید و برده در جوش میپکید، زمین تیار نکرده، زمین یعنی که کشت نکرده تیار نکرده، نخواه دلتان میشه که دانی گندم برده پکید و بیصحیح شد. علم شریعت هم به شیخا بسو خدمت کرده برای اهلش میگیرد. این هر یک است الله تعالی نمیتونه. رواه البخاری و مسلم. الى غیر ذلك من الادله الداله على فضل العلم و اهله و نعم و غیر از این با دیگر دلیل هایی که همین اینها دلالت به چی میکنن؟ به فضل و فضیلت علم و اهل علم میکنن. اینا رو فقط خونده یعنی که انسان باید هوسمند شود. فهمید؟ من بسیار لازم میبینم که وقتی طالب علم پیش از اینکه طالب علم شود اول باید که درباره فضل و قدر علم علما باید خوند. فهمیده؟ برای همین است که هیچ چیز نفهمیدم یا خودی که یک صحرایی رو وقت دست پوش بستی شن در پیش شیخ میشند وقتی میبینید که نیم انگشت در بینش برفته انا بی ادب شسته وقتی میبینی پشت طرف شیخ لا وقتی میبینی که شیخ خودی که یک کوی نکسه ها برای ادب من شیخ حسینی میگوید که انا او کتاب حلیت طالب علم میگه وقتی ما در نزد استادمون میشستیم پیش از اون که ما رو درس میدادن درباره بک زیدن کتابش شرح میکرد. میگه وقتی ما در نزد شیخمون میشستیم شیخ عبدالرحمن سعدی میگه ما در نزد شیخ میشستیم اول ماها رو آداب طالب علم درس میدادن. آداب وادی میگفت. نه يفرمد وما أحسن قول الشيخ حافظ الحكيم وحافظ النوم شيء خليك بعض علماء الشيخ الإمام الحافظ میگن که ویا کنی صفتش این همین نامش حافظ خودش. حافظ الحكيم یگانه علمایی که در سن جوانه وفات کردگی است، خیلی هم خدمتای بسیار کردگی است، کتابای بزرگ نوشته. چه خیلی زیبا گفته شیخ حافظ الحكيم حين قال هنگامی که فرمود چی گفت؟ یا طالب العلم لا تبغي به بدلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم. يا طالب العلم اي طالب علم لا تبغي به بدلا با علمت دیگر چیز با عوض نکنی، علمت با یگان چیز با آلیش نکنی، عوض نکنی. ای طالب علم واقعی لا تبغي ای لا تطلب بالعلم با علم با طلب نکن بدل. حمق خونم که حمق انشالله خونم که همین خطبه خوندن تا نه همین قشلو خنده یا که شهرنده امام خطیبم تعیین کنن که مثلا الحمدلله وقتی مشکلی های رسید نمیروم از کسم یعنی به صدقی مردم زندگیش میبینه. طالب علم گفت با اون علم خوانده سادگی با یگون چیز عوض طلب نکنی. فقط ظفرت تو پیروز شده هستی، تو یعنی که خوشبخت شده هستی امروز که طالب علم هستی. و رب اللوح والقسم قسم به پروردگار لوح قسم به پروردگار قلم. تو ظفرت گفته یعنی تو موفق شده هستی، تو را الله نصیب کرده امروز طالب علم شده هستی. همه گشت رفت در زمین جنبه سمیلات در بگاژش شدن برفتن
به پول گفته آخه شد تو موندی که میگو شما رو گوشت داشته شما همه مورد دخل داره و قدس العلم نگاه قدر علم دان علم حرمت کن و عرف قدر حرمته قدر احترامی یعنی که علم باید که قدر دانی کنی فی القولی اکنون نگاه کنی قدر و عزت و احترام علم میگه که نیست که کتابا رو بالاش نک سلفان پیچه نو در بلنده مونه به طرفش پا دراز نکنه نه فقط این همه احترام کردن علم از جانب تو قدر و ارزش علم دانستن تو باید که در چی نمایان باشد در قول طول علم رو میرونه در حی عاشر میبینه همون دور زمانی که من نبودم به تاجیکستان زنگ زده شده به همسنفا همکسا شد حافظ قرآن با بلبلای قرآن مثل چای قرآن بلبلای قرآن تاجیکستان بخصوصا طرفای مردم دوشنبه چنان حقارتای قبیح کرده شده که چه گفته خواهر گفته نمیخواد باور میکنید من گفتم اینو وحشی کجا نه اینو وحشی تاجیکستان هست من گفتم اینا تاجیکستان میشن ما حیران نخواد تاجیکستان میخواد فرزند داره نخواد فرزندی تاجیکستانه میخواد کند خیال میکنه از جنگل آمازون که ورده شده طالب علم باید که احترام علم کردن است با اهم چیزی عیب آورش اینه که آدم دردش زیاد میکند با میگن که اینا قاری هایم قاری قرآن روش با مانند ایرپورت هموار کردگی شیم های ترنگ پوشیدگی یک پرو خواراته با همون پیش خیتاینده چکا کردیم عمل از جانده تلفن کردیم حقارت های نعوذ بالله نه فی القولی در قولشون تو احترام میکنی علمیانه ولی فعلا پرکتیسکی فعلا یعنی نشون ته عملا والآدابی فالتزمی یعنی آداب لازم گیر نه میخونده میرد در تاجیکستان چکا میند نه یکو مصفه داره نمیتیه میگوید که من صف پیش خرید اینه خیلی که همین تمام عمر همین کم کرد دیگه استی میمرد بیچاره مصفه اگر تو اوای پیش نروید بعضی کسا سراسیمگی میکنن شتاب میکنن چیکارن به احترام اینا سلام نکنه اینا و بعد چیکار کردن نکن توحید چخیل پیاده میبره به اینا سلام نکنه برای مثال اقلا تو رو استادگر باشد در بدعتش یعنی که فرو رفتگی باشد جهلی مرکب داشته باشد خب این احتیاطتون گریست برای خاطر دعوت پیش کردن در خونه نمیشینی مجبور یعنی که مثال خدمت کنی از خود از خاندان سر میکنی از خیش و تبار سر آیسا یعنی که دعوت پیاده میکنی این خیلی نه که مثال گیریم بی احترام باید تو از جنجال هم من سختت میکن قباحت یا گپای قبیح میزن باید که تو آداب رعایت کنی آداب رعایت کنی بعد درباره میره این درباره این نمیره که اهل بدعت تو مثال گیریم در چایخانه چقچق کنیشن نه روش بیزار شو اهل بدعت فاجتهد يا طالب العلم في تحصيل العلم الشرعي در آخر شاگرد شیخ احمد الله وی رحمت کنه این نگهدار باشد میفرماد که فاجتهد اجتهاد کن تلاش کن کوشش کن ای طالب علم درباره چی درباره به دست آوردن علم شرعی و خذه من افواه الشيوخ السائرين على نهج السلف علم میگه فقط از دهان اون شیخا بگیر یا که اقلن از دهانی همون طالب علمهایی که از شیخای گرفته باشد که السائرین علی نهج سلف یعنی که کسانی که به نهج و براه سلف میرن براه سلف میرن مفهوم یعنی علم اینترنت نگیر گفتده علم اینجا اون طرف نگیر کتابوان نگیر یا کتاب و اینترنت اینا وسائل علم وسائل ولا تنسى أن تخلص في ذلك لله ربك عالم الغيب والشهادة در وقت علم آموختن با فراموش نکنید که باید تو اخلاص بکنید در همین علم آموختن خالص برای الله علم آموزی نه برای کرسی نه برای منصب نه برای این آن فهمیدید وقتی که بعضی حافظای مرتب کو بعضی حافظای مرتب حی عاشره وقتی در سفارتخانه کشاده شد در مصر سفارتخانه تاجیکستان اعلام کردن که باید که
اگه اشخاص دیندار و اسلام میفهمیدی که بیان قریب زیاده از 50% حافظای قرآن ریشاشون تراشیدن، گاسو که در گلو چون زیر کردن قریب نفسگیر شدن، گاسو شدن. فهمیدن؟ برای خودی ما رو در منصب گیرن گفتن. با آمدن ایستادن کمتر یعنی دوزه سر کردن با هم دسترشون شکایت ها فرمون گریخته رفتن. این میدونیتون کیان؟ فهمیده؟ همونه که آل میرفتید میدیده که برای ورق میرفتید بزرگ هم میزد. انمونا همشو حافظ قرآن، بلبلای قرآن هست. فهمیده؟ نماینده های دین در نزد دولت نگوید که از روی واقع گیرن بوده خائنان دین در نزد دولت. همش گریخت رفت. شنان گریختی یعنی که حتی ایزشان نمون. باید تو اخلاص بکنی. یعنی این از لا تنسى، فراموش نکن اخلاص کردن رو در تمام اینها لله، برای خاطر الله باید باشه که پروردگار تو است، او داننده تمام غیب، یعنی دل تو هیچ که نمیدونه قلبت الله میدونه و شهاده این چیزی که حاضر است میدونه غایب است الله میدونه. زادك الله علما و تقا لله رب البریات. از الله مسئله دارم که تو را علمت زیاد بکند، تقوات برای خاطر اللهی که او پروردگار تمام مخلوقات است تقوات زیاد کند. و صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم تسلیما مزیدا و جزاکم الله خیرا کثیرا و بارک الله فیکم.